فکرشو بکن، یه مجری تلویزیونی وسط جنگ رپ فارسی علیزیا یه جمله گفت که هیپاپولوژیست رو به شدت عصبی کرد. به نظرت این یه بازی تبلیغاتیه یا یه درگیری واقعی؟ همه چی از یه گفتگو بظاهر عادی تو برنامه بازی‌ها شروع شد. علیزیا که همیشه دنبال بحث‌های جنجالیه، تو بخشی از مصاحبه با شایعه به شوخی یا شاید هم به کنایه به سبک کاری و فعالیت‌های هیپاپولوژیست اشاره کرد. محمدرضا شایعی هم در ادامه بحث بدون اسپردن از هیپاپولوژیست اینطوری بهش تیکه انداخت. داشت دیس منو دادن، اصلا یه وضعیتیه خودم تو بازی‌ها. آخه ببین من واقعا بلد فعلا جواب نه، تا اگر دیدم آدمشه بهت میگم که وقت جوابه. دیست آدمش کنم؟ آره بابا. بنویسم یعنی لبخند. فعلا لبخند. فعلا اون جوری که من اداره میکنم حواسم آدمش باشه خودم میگم حمله. بریم. ولی چرا شایعه و زیا به هیپاپولوژیست تیکه انداختن؟ این داستان برمیگرده به چند وقت پیش که علیزیا با شایعه مصاحبه میکنه. اون مصاحبه حواشی‌های زیادی درست کرد. یکیش دیس هیپاپولوژیست به شایعه بود که میگفت برید به این بازی‌ها، من میرم یاد مصاحبه میری بازی‌ها. با اینکه اولش خیلی‌ها متوجه تیکه شایعه به هیپاپولوژیست نشدن، ولی کم کم پیج‌های رپی تو سوشال مدیا تحلیل کردن که این صحبت‌ها به هیپاپولوژیست برمیگرده. این اتفاق باعث شد موجی از واکنش‌ها به سمت علیزیا و شایعه سرازیر بشه، ولی واکنش اصلی چیزی بود که همه رو غافلگیر کرد. بعد از پخش این برنامه هیپاپولوژیست که همیشه تو صدر حواشیه خیلی سریع واکنش نشون داد. اون تو استوری این اینستاگرامش مستقیم جواب تیکه‌های علیزیا و شایعه رو داد و گفت بی بلاد آقا بگی کارو بگی داداشی کارو بگی اینو نگاه کن لورد آف د درینکس. آقا هر جا دیدی که تحویلت گرفتن بدون تو پلن بی یعنی پلن ای سراغ من اومدن ولی ندادم دستشون، اومدن سراغ تو. این یک. دو اینکه این کی که میگی کی مشخصه که موزیکای منو غرغره میکنید، ولی من به غیر از خودم و بچهای بلاد موزیک فارسی اصلا گوش نمیکنم حاجی. اسم کسی هم میارم میره برای خودش یه سریال میسازه. همین دیگه. قدرت اینجاست. این نشون میده که نکن یکی قدرت اینجاست، یکی قدرت هم تو این گیجگاست. کمی هم حاجی ریلکس دیگه. گی بازیتون اوکیه دیگه، همون بنز کافی ایمپرشن داره. چیکار ما دارید دیگه؟ مثلا میخوای با ما حاجی من میدونی چجوریم؟ من با یکی حال نکنم قیمتم حتی بهش نمیدم. به این واسطه که این وسط از میگم آقا محترمانه یارو رو بپیچون، من کار نمیکنم باش. حالا اینکه ما کار نکردیم با تو بهت قیمت ندادیم میری با یکی دیگه ما رو دیس میکنی، اینم باز اینم رسم خزوخیلاستی حاجی، رسم چاوالاست. ولی همینجوری حاجی موزیکا رو حفظ بکنید، همینجوری قوی هر چی که من تو ترک میگم و مو به مو حفظ بکنید. شاید یه روزی ازتون امتحان گرفتم بگید چه میگم. کارم که حاجی دارید دو کیفنا، ولی یک جاشون اینجاست دو جاشون اونجاست. شما هم چون موزیکای ما رو حفظ میکنی جای شما هم اینجاست. عشق منی. این استوری خیلی زود توسط پیجای رپی دست به دست شد و موجی از کامنت ها نظرات مختلف رو به راه انداخت. بعضیا معتقد بودن هیپاپولوژیست حق داره و علیزیا نباید راجع به چیزی که تخصص نداره اظهار نظر کنه، ولی اون طرف داستان میگفتن بحث علیزیا فقط جنبه سرگرمی داشت و نیازی به این واکنش تند نبوده. تو این هیاهو هم تعداد کمی طرفدارای شایعه معتقد بودن که محمدرضا قصد توهین نداشته و صحبتاش فقط در حد شوخی بوده، ولی این موضوع باعث نشد بحثا فروکش کنه. بعضی از پیجای رپی هم این موضوع رو پوشش دادن و باعث شدن بحث بین طرفدارا شدت بگیره. حتی یه نفر زیر ویدیو بازی‌ها نوشته بود آقا زیا شما که دستت تو کاره پور یه دوکی هم آشتی بده بری دیگه داداش. حالا علیزیا در جواب میگه کی؟ منظورش اینه که من اصلا دوکی رو نمیشناسم، هیپاپولوژیست دیگه کیه؟ دو نفر دیگه از کاربرا این توییت ها رو میزنن و اینجوری واکنششون میدن.
بعد از صحبت‌های هیپاپولوژیست این حواشی به مرحله‌ای رسید که دیگه فقط طرفدارا درگیرش نبودن، بلکه چند تا رسانه بزرگ رپ فارسی هم به این ماجرا واکنش نشون دادن. جدی می‌فرمایید؟ بعضی از پیج‌های اینستاگرامی معروف که همیشه روی درگیری رپ زوم میکنن ویدیوی صحبت‌های هیپاپولوژیست رو منتشر کردن و تحلیل‌های مختلفی روش گذاشتن. این صحبت‌ها باعث شد موج واکنش‌ها گسترده‌تر بشه. توی توییتر و اینستاگرام کاربرا به شدت در حال تحلیل این ماجرا بودن. بعضیا میگفتن هیپاپولوژیست زیادی جدی گرفت و نباید به شایعه بگه گی. این تو مسیجیم چون داد این کار را میکنه؟ حتما چون داد. در حالی که یه عده دیگه اعتقاد داشتن نباید اجازه داد هر کسی بدون دانش کافی درباره رپ فارسی اظهار نظر کنه که منظورشون علیزیا بوده. تو همین داستانا چند تا فن پیج شایع و هیپاپولوژی تو اینستاگرام شروع به منتشر کردن پستایی کردن که اوضاع رو داغ‌تر کرد. ولی چیزی که ماجرا رو پیچیده در کرد لایک شدن یک کامنت خاص زیر یکی از پست‌های شایع بود. تو این کامنت یکی از طرفدارا نوشته بود هیچ کس از تحلیل‌های الکی خوشش نمیاد، ما کارهای واقعی رو دنبال میکنیم. و جالبتر این که این کامنت توسط شایع لایک شده بود. همین یه حرکت ساده کافی بود خیلیا بگن شایع با این کارش نشون داده که کاملا سمت علیزیا وایساده و اصلا به حرفای هیپاپولوژیست اهمیتی نمیده. فضای رپ فارسی دیگه کاملا دو قطبی شده بود. فنای هیپاپولوژیست توی کامنت ها و استوریاش ازش حمایت میکردن، در حالی که طرفدارای شایع میگفتن اون نیازی به جواب دادن به این دراما ها رو نداره و تمرکزش فقط روی موسیقیه. علیزیا هم تصمیم گرفت مستقیما وارد این بحث نشو، واکنش خاصی نشون نده. برخلاف چیزی که خیلی انتظار داشتن اون نه تو برنامه‌ش و نه تو سوشال مدیا به این ماجرا دامن نزد. تو همین داستانا بعضی از طرفدارای هیپاپولوژیست اعتقاد داشتن عدم واکنش مستقیم شایع و علیزیا به معنای اینه که نمیخواستن درگیری بیشتری درست بشه. از ترس کونه‌دان. از طرف دیگه بعضیا معتقد بودن هیپاپولوژیست بیش از حد روی این موضوع حساس شده بود و این ماجرا ارزش این همه حاشیه رو نداشت. هرچند هیپاپولوژیست فعلا فقط به فکر ویزای کاناداشه که اومده و اصلا اهمیتی نمیده. با اینکه این درگیری دیگه اون شدت اولیه خودشو نداشت، ولی همچنان یه سوال توی ذهن همه بود: آیا این ماجرا همینجا تموم میشه یا ممکنه در آینده دوباره ادامه پیدا کنه؟ بعد از چند روزی که این درگیری تو سوشال مدیا سر صدا کرد، ماجرا به مرور فروکش کرد و دیگه مثل قبل بهش توجه نشد. نه علیزیا نه شایع حاضر نشدن به شکل مستقیم به صحبت‌های هیپاپولوژیست پاسخ بدن و این نشون میداد نمیخوان وارد بحث‌های جنجالی بشن. ولی از طرفی این ماجرا نشون داد که چطوری یه جمله کوتاه میتونه موجی از واکنش‌ها رو به راه بندازه و فضای رپ فارسی رو برای مدتی درگیر خودش کنه. این موضوع یه نکته مهمی دیگه هم داره، این که تاثیر یوتیوبرها تحلیلگرای رپ روی صحنه موسیقی فارسی بیشتر از قبل شده و حالا دیگه خیلی‌ها به این نوع محتوا توجه ویژه‌ای دارن. در نهایت با توجه به اینکه هیچ کدوم از طرفین دیگه راجع به این ماجرا صحبتی نکردن، این بحث هم مثل خیلی از دراماهای رپ فارسی بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشه. ولی چیزی که مشخصه اینه که فضای رپ فارسی هر روز داره حساس‌تر میشه و هر حرکت کوچیکی ممکنه به درگیری بزرگ تبدیل بشه. آیا در آینده دوباره شاهد چنین درگیری‌های خواهیم بود؟ این چیزی هست که فقط زمان مشخص میکنه. اما یه چیز قطعیه، تو دنیای هیپ هاپ و سوشال مدیا حواشی هیچ وقت تموم نمیشه.